خب پایین میگیری بالا؟ ما خب میزنم تو میگال پایینه. ما پایین میگیرم. باره ما سو بدل کنی. کنسول تیکر. او چی که در خارج هستن چی در داخل هستن چی هر جایی که هستن بدر او هیچشون تبریک باشه. تا مردم میاد که بیخیال عذاب ببینن. کل مردم میاد روزای جمعه چکر تفریح میاد. بسر پس میرن. از مرکز میان لغمان دیگه. کل جای چکر میان اینجا میزن پس میرن. بسیار خوب. مسکیش هم بسیار خوب دیگه قبل جالب میاد دیگه. چطور مسکیش هم مشهوره؟ مسکیش هم خوب صحیح جالب میبره که چرا که این وطن نگذره سر داره. خب ما در دوره شما چه قصه بود تعظیمی؟ زمان جنگی بود؟ تخم جنگی بود. کشتیگیری میکردن، لنگ بازی میکردن، سنگ میپرتافتن. پهلوانی و لنگ بازی و امی سنگ انداختن سنگ که مندازن این در کدام روزا می باشه کاکای کلا؟ هر وقت می باشه. طبعا با شخیلا کجا میشه هر وقت میندازن. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز. انشالله که جور صحتمند باشید. عزیزان محترم ما امروز در ولایت لغمان ولسوالی دورشاه قریه فراشغان هستیم. عزیزان محترم ما امروز در روز اول عید از دوستان عزیز ما در اینجا جمع شدن به خاطر جشن عید. دیگر رسم و رواجای دارن، فرهنگ های متفاوت، لباس های متفاوت و غذاهای متفاوت دارن مردم فراشغان. ما میخوایم میره به شما به تصویر بکشم انشالله که تا آخر برنامه کتما ماندگار باشید و از این برنامه ما لذت ببرید. و کتیزی کاکا دیگه برای اولین بار ما میخوایم دیگه تخم جنگ بتیم ببینیم چطور است. ما برنده شدم. خب دیگه کی جنگ میته کتم تخم؟ بیا ما تو جنگ میتیم. خب پایین میگیری بالا؟ ما خب میزنم تو میگال پایینه. ما پایین میگیرم. بار دوم است که بیا کدی جوان جنگ میتم. خب کمی پایین می زیرم زن بته من نه ما سو بدل کنی کنسول تیکر ما میگم ما میزنم بگی برو خوب است بگی
ولا تخم واقع دیگه همه دیگه مشهر کنم. کدام به تخم مال غلط نکنم. ببین بدبخت هستیم ما. میبینیم دیگه. خب دوستان عزیز، این تخم جنگی ما ادامه داره. شما دیگه چند تصاویر از این منطقه رو ببینید دیگه، انشالله که تمام ماندگار باشین. باختیم؟ دیگه اینا کره. صبر نه ببین. نکو خوشحاله نگید جنگ. بگه نه هر کسی میکنه. یک دی کاکا پایین بگیریم کاکا. نه همین رقصی. کاکا دیگه ماشاءالله قسمت خوب است. چه؟ بگیرین. خب کاکا من چند سوال دارم از کاکا. شما کمی روی کامرا ریلا بتید. صبر. خب دوستای عزیز، کاکا ماشاءالله قسمتش خوبه. چندمین بار است که از بعضی دوستا دیگه تخم برنده میشه. کاکا امی رسم رواجای سابقا کی بود، امی تخم جنگی و در بعضی مناطق نیست. چطور در اکثریت مناطق فراجغان امی تخم جنگی و دیگه پهلوانی میکردن در روزهای جمعه، در روزهای عید و لنگ بازی کارا هست یا نیست؟ فعلا موجود داره. تخم جنگی است در بین جوانان. در منطقه شما چطور است؟ در منطقه من. در هر عید میشه. در عید میشه. ضمن از تخم جنگی بچه جوانا دیگه چی کارا میکنن؟ در زمان شما در دوره شما چه قصه بود از این؟ تخم جنگی بود. تخم جنگی بود. کشتیگیری میکردن. لنگ بازی میکردن. سنگ میپرتافتن. این خدمت این کارا بود. بسیار خوب. تفاوتی از زمانهای گذشته در عالی چی است؟ عالی به نظر من میواره سابقا که لنگ بازی میکردن، بعضی دوستان میگن جای زیر میگه فوتبالا گرفتن. بله. عالی جاسر فعلا روی فوتبال است. کسی نمیکنه لنگ بازی و چیزا نسبت کم رنگ شده. کم رنگ شده. میکنه کم دیگه. تشکر، دمتون گرم، بخیر باشین. دیگه کاکا میگه نسبت در زمانهای گذشته دیگه می لنگ بازی و دیگه تخم جنگی و کمی میگه رونقش کم شده. خب مگر باز هم هست، گم نشده دیگه، این چیزا هست. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین کاکا؟ شکر، جور هستی، خیر آمدی. نباشی، بخیر باشی. تشکر، جور هستی، خیر است. قربانت، بخیر باشی. کاکا نامتان چی است؟ نام من میر زمان. باشنده از کجا هستی؟ این فرجغان. باشنده فرجغان که بسیار خوب. قرین الخان. قرین الخان. کاکا زمانهای گذشته ما که دمی کتابا دیدیم و خودمون مطالعه کردیم، رسم و رواجای خاص می بود. بعضی مناطق سمت‌های شمال دیگه بزکشی میکنن در روزایی تو پهلوانی و یک دیگه قرصه میگن و لنگ بازی یگان چیزا بود در زمانهای گذشته. حال چطوره می رسم و رواجات در مناطق شما هست نیست؟ سفال جنگی است. کشتیگیری است، سنگ‌پرتابی است. دیگه چیزا گفتم تو بازی است. تو بازی فوتبال یعنی دیگه. فوتبال. خب این یک امیرو پهلوانی و لنگ بازی و امی سنگ انداختن، سنگ که مندازن، این در کدام روزا می باشه کاکا؟ هر وقت می باشه. طبعا با شکیلا کجا میشه هر وقت مندازن. خب عموما مراسم‌های کلان در روزای چطور است؟ در روزای عید برگزار میشه. روزای سفال جنگی است. روزای سفال جنگی است. خب در اولی دومی چطور است؟ پهلوانی میشه؟ پهلوانی نه نمیشه.
فال جنگی میشه تا آخر. خب فال جنگی میشه. خب رواج یک ذره تغییر خورده. رواجا طبیعتا دیگه رسم رواجا به مرور زمان دیگه که تکنولوژی و دیگه علم پیشرفت که میکنه یک چیز جای دیگه چیزا میگیره. طبیعتا مردم وقت دیگه به این چیزا کم می داشته باشن. خب بازم مناطق فراشغان کسی رسم رواجا زنده است. ان شاء الله زنده است ولی کارا میشه. بخیر باشی. خب ما تو دیگه تخم جنگی میکنیم ببینیم دیگه تو خود پیشتر با کدی بعضی دوستا بازی که دیدم قسمت تو خوبش است. ببینیم دیگه تخم ما هم داریم چطور است. ما بخت خود یک دفعه آزمایش کنم. همین تخم خوب و خراب یک سوال کنم در چی معلوم میشه دیگه تخم آدم چطور بشناسه؟ والا من نمیشناسم. ها قسمت از دیگه. خوب است. نه قسمت ها بگیر. خب از باز یک دفعه ببینیم دیگه ای چی رقم است. خب باز یک دفعه ای رو ببینیم چطور است. نه دیگه قسمت ما خوب نیست. خب دوستان عزیز تشکر سلامت باشی کاکای خداوند دیگه عمرتان برکت بندازه. خب دوستان عزیز چند تا تصاویر از اینجا ببینیم که تمام ماندگار باشید. شرمه هلا خب دوستان عزیز ما رسیدیم در آخرین لحظات برنامه ایدی ما در منطقه فراشغان بود. تا برنامه بعدی که ما در خدمت شما دوستان عزیز با این چنین برنامه ها حاضر میشیم شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. السلام علیکم. خداحافظ. خدا